دوستان سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. خیلی خوش اومدین به کانال آروی توریست. این ویدیو دوباره در مورد ایردراپ سولفلیر کینگدامه که مربوط به ولت سولفلیر، یه ولت سولانا که ایردراپی رو توی تلگرام استارت زده برای جذب کاربر بیشتر و پاداش هم میده. توی بخش رنک اگه وارد بشین گفته که به 100 نفر برتر $5000 قراره که بعد 18 روز پاداش بده و بعد این فصل تموم میشه و فصل جدید شروع میشه. علاوه بر این پاداش‌های فصلی ممکنه که این توتال پوینت یا امتیاز کل شما موقع ایردراپش هم به دردتون بخوره و بر اساس اون یه سری پاداشی رو دریافت بکنین. سعی کنین که حتما توی این 18 روز باقی مونده از طریق لینکی که توی بخش کامنت ها براتون پین کردم استارتش کنین، شروع کنیم به فعالیتش به چه شکلیه. توی ویدیو قبلی یه سری توضیحات ابتدایی بهتون دادم. اولین کاری که باید انجام بدین تعیین یک اسم و تصویرتونه که فکر میکنم خودش تشخیص میده از آیدیتون و تصویر پروفایل تلگرامتون و بعد میاین یه ولت سولفلیر بهش متصل میکنین. ولتیه که از گوگل پلی یا اپ استور دانلود میکنین و بهش متصل میکنین. اینجا یه لینک میده که توی بخش براوزر ولت باید سرچ کنین، بعد کانکت میشه. بعد باید توییتر و دیسکورد رو بهش متصل بکنین و شروع به رفرال گیری بکنین. این سه تا کار خیلی مهمه و رفرال گیریش هم اهمیت خیلی زیادی داره برای بالا بردن پوینت. بعدش میتونین که حالا روش‌های دیگه برای کسب درآمد رو هم انجام بدین تا پوینتتون بره بالاتر، مثل بخش ارن که تسکای سوشال از دیسکورد و توییتر براتون میاره، پوینتاش رو زیرش نوشته که چقدر بهتون میده. و بخش گیمز که حالا برای شرکت توی بخش گیمز شما تیکت نیاز دارین یا همون بلیت که اینجا تعداد تیکت های منو میبینین. این تیکت رو شما هم از دیلی استریک میگیرین، فکر میکنم اگه درست گفته باشم دیلی چکین، که اینجا میاین هر روز پاداش میگیرین و هر چقدر که جلوتر میرین، یعنی روز به روز تعداد بلیت ها و پوینت هایی که بهتون میده افزایش میده. سعی کنین که هر روز منظم بهش سر بزنین توی این 18 روز باقی مونده و بلیت بگیرین، چون بلیت برای گرفتن امتیاز بیشتر هم بهتون کمک میکنه. توی بخش گیمزش بازی پایینی فعلا را نیفتاده ولی بازی بالاییشو الان میتونین با دادن 2 تا بلیت بیاین و یعنی استارتش کنین. بالاترین امتیازی هم که توی هر دور بازی میشه گرفت 2000 تاست که من نتونستم، حد اکثر تونستم 500 امتیاز بگیرم. آبیا سفر رو فریز میکنن، زردا یه امتیازی هن و سفیدها 10 امتیازی. و این نکته هم خیلی مهمه، وقتی شما یعنی انگشتتون رو بذارین روش بمونه، ضربه نزنین، مثل همین کاری که الان من کردم. یعنی همین جوری انگار تاچ کردم و مونده انگشتم اونجا. ببینین این شکلیه دایره میاره. اینجوری خیلی بهتر میشه بازی کرد. من اینو چند بار تست کردم و تو این حالت بهترین نتیجه رو تونستم که بگیرم. بیشترین امتیازی هم که معمولا میشه گرفت همون 550 ایناست که حالا توی بهترین شرایط بوده برای من 550، ولی اکثرا حدود 400 تا رو میشه توی هر دور بازی گرفت. یعنی به ازای هر 2 تا بلیتی که توی این بازی دراپ گیمش استفاده میکنین میتونین که 450 امتیاز بگیرین. ببین الان شد 317. خب پس این بازیش هم جدی بگیرین، بخش ارن تسکش انجام بدین که توی بخش رنگ رتبتون بیاد بالاتر. رتبتون رو اینجا نوشته و به 100 نفر برتر $5000 میده. حالا نمیدونم نحوه تقسیم جوایزش به چه شکلیه. مثلا نفرات بالایی اصولا باید پاداش بیشتری بگیرن، نفرات پایینی پاداششون کمتر میشه، ولی به هر حال سعی کنین که رتبتون رو بیارین بالاتر تا اگه در این فصل هم نه، در کل این رویدادی که وجود داره توسط سولفلیر توی در واقع تلگرام را افتاده، بتونین که رتبه بالاتری داشته باشین تا هر پاداشی داد توی فصل‌های بعدی بتونین که جزو نفرات برنده باشین. دمتون گرم. لینک ایردراپ توی بخش کامنت ها واسهتون پین شده و توی بخش دیسکریپشن هم هست. مرسی که تا انتها با من همراه بودین. مراقب خودتون باشین. ویدیو بعدی میبینمتون.